با سلام خدمت عزیزان، میخوام یه تست رو بگم که هیچ سالا بهت نگفته و خیلی کاربردیه. این تست اینه که چجوری متوجه بشی موتورت معیوبه یا روغن اصلیه یا نه. اولین چیزی که لازم داری یه تیکه برگ آچاره. برگ آچار رو برمی‌داری، گیج روغن خودرو تو میکشی و یه قطره از روغن موتور میریزی روی برگه. بعد 5 دقیقه میای نگاه میکنی. اگر روغنت کاملا یک دست قهوه‌ای بود، یعنی هم موتور سالمه هم روغن دستیه. البته نه اینکه مثلا بری فردا تمیز روغن کنی پس فردا این تست رو بگیری، نه، بعد حداقل روغن 1000 تا کار کرده باشه. دوم، اگه دیدی دورش خاکستریه، وسط قهوه‌ایه، یعنی هونینگ ضعیفه. هونینگ چه دوستان؟ هونینگ همون خط خشوی داخل خود جداره سیلندره که باعث میشه رینگا با روانکاری کار کنن و عمر رینگو میبره بالا. اگه دیدی دورش قهوه‌ایه، وسط خاکستریه، یعنی رینگا ضعیفه و رینگای ماشین تعویض بشه. اگر هم دیدی نقطه نقطه خاکستری با قهوه قاطی داره، یعنی روغنت فیکه و روغن تعویض بشه. اگر هم دیدی روغنت بوی سوختگی میده، یعنی مصرف سوختت بالاست. اگر هم دیدی دوباره روغنت بوی تندی میده، یعنی تاریخ انقضای روغنت رد شده، یعنی گذشته. بعد بازم به روغنت رو تعویض کنی. همین الان برو تو حیاط یا پارکینگ این تست انجام بده و از سلامت خودروت اطمینان حاصل شد. پیج منم فالو کن، خوشحال میشم. یا ها، خدا نگهدار.